салом алейкум дӯстони азиз, субҳ бахайр. имрӯз 22 январ моани ҳол дар маркази ноҳияи бахш ҳастем ва тасмим гирифтем ки ана ҳамин як барфи дигаре ки задагиаст. чӣ қадар манзара аҷоиб шуда бо замин яхая ата мошино чиртида рафтасан. рости ка вақте ки тараф шаҳр мерафтам дар раҳ این قدم منظره خوش را دیدم با تا کشونیون نرفتم و راستی که از کشونیون گشته اومدم گفتم که همجر یک بارگه من نوار گرفتم مایده میرم نصیب باشد. راستی که چقدر نگاه که منظره عجایی. دیروز راستی همه افتوی بود که 17-18 درجه گرم بود. مثلا نگاه که طبیعت یک کاری خداونده ببینید که دیروز مدینه 17-18 درجه گرم بود. در مرکز شهر بختر تای کرده میگشتیم. شب اومدیم، شب هوای بهاری یک نوار تیار کرده بودیم را پرتافتیم. بعدا دیره بیگه خواهی ماشین مویکه کردیم اومدیم. سهر خیستم جیان همود برفای هیچ کس بارش نمیره. خیلی چقدر برف زدگی. دیدم که منظره عجایب. خواستم یک بارگه از همین راه میگردم میرم هوا بگیرم. راه یخ کردگی بود. راستی که ما با جای راه بازور گشتیم جا روزی اگر اهمیت آبشین همجا گشتندم ماشین چرتیده سبا چرتیده اومده. نسی دفعه نو گیرون کردیان یکم بگذشتم ده گیرون نبود. همه تای برف مونده است. نه باز یک نفر شناست شنبه زنگ زد گفت که جمع بسیار زده سای برف. راستی که بازی بیرون هم که شمولای وقتی که برف زدگی بود سهر بر وقتی شمال کتی یخ کردگی بود را. راستی که دیروز یک نواره که وقتی ما پرتفتیم یک برادر نوشته یا بعضی دیگه باید ما نواره برای پرتفتیم که ما آدم صاحب شد بیو و چخه یک نفر پیدا شد مثلا میگه که اکا سلام علیکم این نواری موهای توی موهای مثلا توی این نواره یک جای افتی چخیل پرتفتی برای ما همون نواره ماست با همون خودی دادن که تو مثلا در کانالت بپرتو یکون نفر پیدا شد همون سویده یکون چی گفت داشتم بگیم اکا سلام علیکم اینم کسیت شمای کسیت زبیسی سال 91 گای زبیس خوش روی تو زای کسیت رو آوردیان من دیس کردگیان زفات کردیان منتاج کردگیان بعد درجه اولی فرسون 5 سال میشه سویبشن هم یوان و ماست با همین خودی در وای پرتافت مدد داد که در یوتیوب بود پرتو یکون نفر پیدا شد داشته که سلام علیکم اکا این نوار شما بیاین کسیتتون بگیرین دیستون بگیرین تویتون بگیرین روز میدونی که یک نوار چقدر غنیمت است. کسیت زبسی سال 1991 شهر بختر چه خشرون نوار گرفته گیان مقصد پرتافتن و بعضا برداره یاد گپوی وای زدن اینجا ما بوار کنید که عجایب حالت شید که برف تو زکین در گذشتن. این فکر میکنم یاد روز داو میشه یکی پرسته که منظره خشرون که بود خواستم برای شما بردارو یک نوار کردن نشون بدیم. ولی کم ترک میتونه که بیزی بای ماشین میبره راه را. نه زمینای طرف همه برف پوش دیگه. زمینای طرف هم. خب دوستان عزیز یک نواری کوتاهی بود که خواستیم یوتیوب بکارمونه و منظره زیبایی را که من دیدم خواستم شما هم ببینید کم ترک باشه خرسان شد. خداوند نگهدارتون باشه. برای کار کسی که این را تا تماشا کرده است خواهش میکنم همون لایک پخش کنه. لایک پخش شدن همون بود است که مثلا وقتی که لایک بسیار میشد اتوماتیک یوتیوب ریکامندر بعد میکرده است، ریکلام میکرده است، پخش میکرده است همه چیز.
خداوند نگهدار. تماشا برای رکورد سنی عزیز.